انسان ناشکر به وجدان و به ایمان است، نباید به او اعتماد بست. حکمت بزرگان. طوری از این گفته ها برمی آید محمد اقبال صدرالدین توانسته است که از تجربه روزگار آن بهره را بگیرد که برای منفعت شخصیش حاصل بی‌برکش می دهد. اسلام را او دام تزویر جهت رهگم زدن افراد اعتقادمند و از خود کردن مال حلال آنها کرده است. در این راه پیش گرفته برای محمد اقبال صدرالدین فرقی ندارد که تقدیر این اشخاص چی می شود، فرزندان آنها چی می خورند، در کوچه می مانند یا غریب و در بدر سرسان و سرگردان می شوند. در گرسنگی فرزندان این مردم تنها شکم سیر خود را می بیند و دریافت وسایل آرام کردن نفس ناسیرمش را. از آیات و حدیث روایت پیش آورده پول دیگران را می رباید. آنها قرضدار گشته با فرزندانشان سر کوچه می مانند و این قلاب صاحب مال و ملک زیاد می گردد. اتون پرستی، تو آدم کشی، تو عرق خری، حرام خری. شما انمی کارا کردین، مردم ما را با کمونیست و به هر چی تقسیم کردین. شما انمی بدبخترین شما این که اون مقصد دیگه بدارین. شما یکم پلان دیگه برای نابود کردن مردم ما دارین. هیچ پلان نداریم. ما پلان یکم پلان نداریم. هم خواستیم تحمد نکه کسی فلو که الله بترس تحمد نکه کسی فلو بشی هم جا چخ که هم بگی یکم پرابلم نیست. دفش هم ترا نبینده دیمیجه مولوی برای دفشت خوین خدا. محترم خائنان ملت. چرا خائنان ملت میگویم؟ چون که من در بالا شهر دادم که اگر شما دوستان ملت می بودید، اگر شما جانسوزان ملت می بودید، در شبکه های اجتماعی و خواه در وطن و خواه در بیرون از وطن از صدق دل نماز می خواندید و از درگاه خداوند عزوجل خوشبختی و پیروزی و سرجمی و اتحاد این ملت را خواهان می بودید. کمترین اشتباه، کمترین ناجوری های زندگی، جزئی ترین مشکلات زندگی را لوای بدبختی های مردم نمی کردید. یگان ذره پروا نمی کند محمد اقبال صدرالدین که حالی اون مهاجر بیچاره که با او در تماس بود و برنامه های او را دیده لایک گذاشت، بعد بازگشت به وطن چه خواهد شد؟ چون که البته حکومت تاجیکستان همه اون جوانان گمراه شده را مجازات نمی کند، فقط آنها را با واسطه پند و نصیحت آگاه می کند که اصل قضیه چیست، چرا آنها گمراه می شوند. لیکن محمد اقبال صدرالدین پروا ندارد. مقصد او گمراه کردن، زهرآلود کردن تفکری همین جوانان است. پیش از اونایی که شما برآمد میکنین یک بار فکر کنین که چی میگین، طرز برآمدتون خودتون کم کم حرمت کنین نسبتی همین مردمی که روزای بدتری ندیده بود، نسبتی شما حق نداشتین تو گپ زنین. هزار رحمت به هم پدر و مادر هم برادرایی که همین روزا را حس کردن، صلح صلاح کردن، همه بگیم اجازت ها بود هر دو طرف یا دیگر را بخشش کردن، چیکارایی نشید، همه مردم شیش دید. امروز شما حق نداشتین که نسبت همون فرانت خلقی و نسبت مردم شریف کلوب این خیلی برآمد کنین. برای ما التماس میکردم که هر جایی برآمد میکنین یکمشون گپتون قاعده گپ زنید، دیگه‌مش که یاد بگیرید طرز گپ زنیتون. همین بود، همین کارا بود، همین ملت سه ماه به حکومتی شید، 200,000 دیگر تکشین. هم شما هم مردم دیگه، اگه مردم دیگه نیستیم، با همین خاطره که بیاین همین وطنتون با خاطر آینده ملت همون جوانان آبادی کنین. فکر میکنین برآمدهای خودت یگان چی نداره، مردمی کلاه با خیلی سرشگرک نکنین. مردمی کلاه همش هم میفهمه کی را حرمت کنه، کی را چیکار کنه. خیلی میشود کمبودی همه دولت‌های ابرقدرت‌های دینو هستند، چرا باید دولت نباشد؟ چی به جاش نمیگین؟ مثال میگیریم روز در خریداری که
از خارجان شما را کچی میکنن تو شما فریفته او نشین با همین خاطر التماس میکردیم کدومت که برآمد میکنی اختیار مد که گپای ناشایسته نسبت دولت و حکومت نسبت این ملت نگین با خاطر این ملت برای خاطر صلح امروزی نه ما ده هزار یارق مون سپردیم عسکر مون سپردیم که ما گفتیم گپ نیست تا زیرا دعا میکنیم که همین سال تاجیکستان ابدی باشد گپ کار نیست گپ یگون چیز نیست تینجی باشه هم گرگا پوشنون میتر رزق روزی هم هست یا اون کس ای چیز نمیترسه اون شما میترسید هم نومرده شما این هرچی در نظر آدمو دارین امروزی مردم این قدر بیرحم نکن مردم شریف کلوب این قدر مردم شریف کلوب بزرگ هیچ وقتی کار دارن میره و این نمیکنه کارم ببین ماچتوی خدای همه جا است همیرا بونا کرده و هر جای برآمد میکنیم باکتونا پروگرام کرده و ماچتوی تاریخ و قرار به سقدان در ماشین خونه خود دوقی دیگه غیبت یک کس نمیکرد شما با درجه اشی که همه نمودی آدمگاری تنبرو اومدین برفتین دیگه دادرونی کادو از اون میتین دادرونی تربوز خربوز چیکاره ایختون باشیم خیلی بعد انشالله همون از اون تبره دامجو بتیم و هر کجا میریم از اون میگیم دام پیش خدمونه دام تو پیش خدمت میگیره نمام که التماس میکنیم با شما روزیات میگیم التماس میگه در شخصیت ملت نرسین ملت نکنین خیلی جابجا نکنین جاگی و جاگی نکنین ملت شریف کلوب هم بهترین فرزندای خوب داره روزای بهترین ده بود این مردم فرزندای بهتری شاید دست داد کسی که همین سال تاجیکستان رو ویران میکنه بفهمه که در هر جای باشه جواب میگه پیش همین ملت پیش همین تاریخ ملت جواب میگه